با افتخار روز بین المللی اویلا که همه ساله سنه 15 می در سراسر جهان تجلیل می‌گردد، در مرکز ولایت سوخت شهر خوجند با اشتراک وسیع اویلاهای برآمند شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت چاره‌بینی ایدانه برگزار گردید. در هفته برگزاری چاره‌بینی مذکور، نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت، کارمندان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌ها و اویلاهای پیشقدم 18 شهر و ناحیه‌های ولایت اشتراک نمودند. نخست نامه شادباشی رئیس ولایت سوخت را معاون رئیس ولایت به سهم اشتراکداران چاره‌بینی رسانیده قید نمود که اویلا رکن اساسی جامعه، نهاد مقدس و بهترین مکتب اخلاق و معرفت به حساب می‌رود. در اویلا اساسهای تربیت اخلاقی و جسمانی شخص گذاشته می شوند. ارزش‌های فرهنگی و سنت‌های ملی از نسل به نسل می‌گذرند. اویلا و سنت‌های اویلاداری در آیین‌های ملت تاجیک و فرهنگ و معرفت این ملت کهن بنیاد اساس یافتند. اویلا همچون عنصری اساسی جامعه همیشه نگهدارنده ارزش‌های انسانی، فرهنگ، ادامه دهنده تاریخ نسل‌ها و عامل پیشرفت جامعه و دولت است. اویلا بقای دولت و جمعیت بوده، زیرستون و پایدار تربیت نسل نورس محض از اویلا سرچشمه می‌گیرد. در اویلا همچنین معاشرت کردن و با جهان بیرونی شناس شدن یا داده شده، شناخت عنعنه‌ها و از نسل به نسل به میراث گذاشتن آنها نیز از اویلا منشأ می‌گیرد. از این رو اویلا در فرهنگ مردم کهن بنیاد ملت تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف شده است. زیاد از 51 سال این جانب ما با اویلام یک جای زندگی میکنیم. من صاحب 4 فرزند، 10 نبیره و یک ابیره هستم. پیش از همه اویلا داری عزت احترام یکدیگر فهمی در اویلا جای اول را میگیرد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یکی از سخنرانی‌ها بیان داشتند که دولت در دایره طلبات کنستیتوسیا حفظ اجتماعی اهالی از جمله حمایه اویلا، حفظ کودکان یتیم و معیوب و تحصیل و تبابت شهروندان را کفالت داده، اویلا را همچون اساس جمعیت حمایه می‌نماید. ضمن برگزاری چاره‌بینی مذکور و بیش از 10 جفت اویلاهای نمونوی تحفه‌های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت سپرده شد. همچنین چند از اویلاهای نمونوی اندیشرانی نموده ذکر داشتند که محبت و صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی میتواند اساس مستحکم اویلا باشد. لازم به یادآوری است که قبول و تطبیق یک قطار سندهای معیاری حقوقی از جمله کودکس اویلا، کنسپسیای رشد اویلا از موقع و منزلت اویلا در جامعه شهادت می‌دهد. در فرجام همایش، نمایش فرهنگی و هنری صنعتکاران شناخته، سرود و رقص‌های جالب شکوه و شهامت خاص بخشید.